تا که سخن از دل و از دلبر است، نام خدا زینت هر دفتر است. سلام و درود بیکران بر فرد فرد شما عزیزان و بزرگواران. در حسن بی‌نظیری، در لطف بی‌نهایت، در مهر با ثباتی، در عهد با دوامی. ویژگی های شما دارم میگم. بحث اعتماد به نفس رو با هم داریم. اگر موافق باشید شیوه های کاربردی و عملی رو خدمتتون عرض بکنیم که بتونید تولید به مصرف در زندگی عملی خودتون بهره ببرید انشاءالله. خب یکی از شیوه های بسیار عالی در اعتماد به نفس که دلم میخواد حرکت بزرگی رو آغاز کنیم و در جلسه آینده ادامه بدیم، شناخت خود هست. ببینید شما وقتی میگید اعتماد به نفس، اعتماد به نفس یعنی اعتماد به خودتون دیگه، به خود. خب وقتی خودتون نمیشناسی به کی میخوای اعتماد کنی؟ قطعا وقتی شما فردی رو خوب میشناسی خب بهتر اعتماد میکنی، درسته؟ حرف غیر منطقی که نمیگیم. پس تو وقتی خودت رو نمیشناسی چطور میخوای به خودت اعتماد کنی؟ ها؟ سوال. تو وقتی خودتون نمیشناسی به کی میخوای اعتماد کنی؟ مثلا شما یه وکیلی میگیرید، این وکیل اصلا نمیشناسی، چطور میخوای به این وکیل اعتماد کنی از تو دفاع کنه؟ اما وقتی طرف حالا مثلا یه نفر، 10 نفر، 20 نفر میگن که این وکیل فوق العاده است، از فلانی دفاع کرد، پرونده فلانی رو گرفت، عالی عمل کرد، خصوصیات اخلاقش اینه، مثلا خیلی آدم معتمدیه، پول دوست نیست، خیلی آدم منصفیه، کاردان، کاربلده، کار خیلی ها رو راه انداخت. خب شما هیچ شناخت پیدا میکنی، اعتمادت بیشتر میشه دیگه، درسته؟ خب پس تا به اینجا فهمیدیم اگر خودمون رو نشناسیم تمام تکنیک‌های اعتماد به نفس بوم رو هواست، به درد نمیخوره. ولی تو اصلا خودت رو نمیشناسی به کی میخوای اعتماد کنی؟ پس تو اگر خودت رو نشناسی اعتماد به نفس خیلی خوب و محکم و استخوندار و قدرتمندی نیست، یه چیز ظاهری پوشال، ادا بیشتر شاید در میاری چون نمیشناسی که. خب من این جلسه حالا استارتشو میزنم، ولی میخوام جلسه آینده که اومدید با خودتون دفترچه‌ای داشته باشید، یادداشت کنید که بتونیم روی اعتماد به نفس به زیبایی هرچه تمامتر کار کنیم، کاربردی و عملی. موافقید؟ خب برای اعتماد به نفس گفتیم که باید خودمون رو بشناسیم. وقتی خودمون رو شناختیم عاشق خودمون میشیم، خودمون رو دوست خواهیم داشت، به خودمون اعتماد میکنیم، بر خودمون ارزش قائل میشیم، عزت نفسمون هم میره بالا. خب فرق اعتماد به نفس و عزت نفس چی بود؟ حرمت نفس چی بود؟ اعتماد به نفس یعنی احساس توانمندی، عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی. خب روزنامه ایران میخوندم، یه دزدی رو گرفته بودن، رفته بود خونه رئیس نیروی انتظامی تهران بزرگ رو نمیدونم دستبرد بزنه، گرفته بودنش. بعد ازش پرسیدن که تو با چه جرأتی رفتی خونه رئیس نیروی انتظامی رو بزنی؟ گفت من خونه هر کس شو بگیره خونه رئیس‌جمهورم میزنم. باریکلا. بعد این مثال میزنم که هیچ وقت یه تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس از یادتون نره. خبرنگار ازش پرسید که تو چه جور آدمی هستی؟ گفت من امثال منو باید بذارم پای دیوار اعدام کنن، ما به درد جرز دیوار میخوریم، ما انگل جامعه هستیم. خب سوال، این آدم اعتماد به نفسش چقدره؟ شما بگید اعتماد به نفسش چقدره؟ میگه میرم خونه رئیس جمهورم میزنم، رفته خونه رئیس نیروی انتظامی رو بزنه. خب حالا بهش گفتن که چرا رفتی خونه رئیس نیروی انتظامی رو بزنی؟ گفتش که برای که گفته بود در تهران امنیت، می‌خواستم یا خونه خودشم امنیت نیست. بعد رئیس نیروی انتظامی گفت من که گرفتم. حالا کاری نداریم با کلکله اینا، دوئل اینا، ولی میخوام اینو بگم که تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس اینجا روشن میشه. اعتماد به نفس یعنی، شما بگید یعنی بگید اعتماد به نفس یعنی احساس
قدرتمند بودن، توانمند بودن. طرف احساس میکنه که میتونه یک کاری رو انجام، مثلا میتونه رانندگی انجام بده، میتونه مثلا آشپزی انجام بده، میتونه سخنرانی کنه، میتونه دکترا بگیره، میتونه فلان سرتیفیکیت یا مدرک بگیره، میتونه زبان دوم یاد بگیره. خب این میشه توانستن. اما عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی. این آقا دزدری که گرفتن اعتماد به نفسش از 20 چنده؟ بگید. از 20,000 بهش میدیم، 40 بهش میدیم، 20 بهش میدیم. باریکلا، دست مریضات داره. اما عزت نفسش چی؟ احساس ارزشمندیش چقدره؟ 0، زیر 0. میگه ما انگل جامعه هستیم، امثال ما رو باید برن تیربارون کنن. خب ببینید، خب حالا میگیم که وقتی شما اعتماد به نفس در واقع خودتون میشناسید، هم اعتماد به نفستون میره بالا، هم عزت نفستون میره بالا. هر دوتا همزمان رشد میکنه. با چی؟ با شناخت خود. پس تمام راه‌های شخصیت شناسی، خودشناسی، اعتماد به نفس، عزت نفس، تمام اینها با چی شروع میشه؟ با شناخت خود. خود دوستی با چی شروع میشه؟ با شناخت خود. شما اگه میخوای خودتو دوست داشته باشی باید خودتو بشناسی. خب پس ما همه جا میگن آره عاشق خودت باش، خودتو دوست داشته باش. چجوری خودم دوست داشته باشم؟ اول باید بشناسی خودتو. چی حالا خودتو میخوای بشناسی؟ چی خودتو میخواد بشناسی؟ مثلا شماره عینکم چنده؟ مثلا اندازه ابروام تا مثلا رستنگاه موم چقدره؟ مثلا چند سانته؟ اینو مثلا سینه من چند سانت، بازوی من مثلا مثل آرنولد 60-70. چی رو میخوای بشناسی؟ نیازها و خواسته های خودت باید بشناسی. نیازها و خواسته های خودتو باید بشناسی. تو چه نیازهایی داری؟ مخصوصا افرادی که خیلی مهربونن نیازهای خودشون رو نمیشناسن. اگه گفتی چرا آدمایی که خیلی مهربونن نیازهای خودشون رو نمیشناسن؟ چون همش در حال سلف سکریفایس هستن، در حال ایثارگری هستن، در حال از خودگذشتگی هستن. همش داره به دیگران فکر کنه، اصلا به خودش فکر نمیکنه که. در نتیجه نمیتونه بشناسه خودش، نیازهاشو نمیشناسه، اصلا نمیدونه چه نیازهایی داره، اصلا فرق نیازها و خواسته ها رو نمیدونه. نیاز چیه، خواسته چیه، اینا رو بمونه جلسه آینده میگیم، باشه؟ خب پس داریم سرفصلشو میگیم، تیترشو میگیم، جلسه آینده میپردازیم به خودشناسی، خوددوستی و اینکه بتونیم عاشق خودمون بشیم و اعتماد به نفسمون رو زیاد کنیم. پس شناخت خواسته هامون و نیازهامون، و باید بدونیم که بین نیازها و خواسته ها تفاوته. اینا رو شما میگید به من به من اطلاعات میدید، منم علم و دانشم بیشتر میشه. دستتون درد نکنه. خب نقاط قوت و نقاط ضعفمون رو بشناسیم. شما چه نقاط قوتی داری؟ باید اینا رو بدونی. یعنی باید هر کس بشینه مثلا 10 تا نقطه قوتش رو بنویسه، بگه اینا نقاط قوت منه تو زندگی، اینا نقاط ضعف منه تو زندگی. 3 مرزهاتون رو بشناسید، استانداردهاتون رو بدونید. چه چیزی حد و مرز برای شما، استاندارد برای شما، خط قرمزهای شما کجاست؟ اینا رو میدونی؟ اگه میدونی خط قرمزت کجاست و بعد از اینکه دونستی خط قرمزت کجاست، رسپکت کنی، احترام بذاری، کامیتمنت داشته باشی، متعهد باشی به اون خط قرمزهای خودت. وگرنه به چه درد میخوره؟ من 1000 تا خط قرمز دارم. خب منم 1000 تا خط آبی دارم. صحبت خب به چه درد میخوره؟ وقتی شما خط قرمزات مشخص شد، باید خیلی محکم باشی برای حفظ اون مرزهای خودت. خب اینا رو بزنیم جلسه آینده. پس
خط قرمزهاتو بشناسی، نقاط ضعف و قوت خودتو بدونی، خواسته ها و نیازهای خودتو تشخیص بدی، داری کم کم به خودشناسی و خوددوستی نزدیک میشی. خب حالا بریم سراغ این که با چه شیوه های اعتماد به نفس موزه. این مقدمه بود برای جلسه آینده. آماده باشید، جلسه آینده جمعه هفته آینده با هم میریم برای یک خودشناسی عالی و فوق‌العاده و خوددوستی و عشق به خود. عاشق خودمون بشیم، همچین خودتو بغل کن، ماچ کن، تازه میفهمی وای من کیم، من چقدر خوبم، من چقدر مهمم، من چقدر ارزشمندم. یکی از اون چیزهایی که حالا هفته آینده باید کار کنیم ارزش هاتون و اهدافتون رو باید بشناسید. چی کار داری میکنی؟ دنبال چی هستی؟ ارزش هاتون مشخص بشه. تفاوت بین اهداف و ارزش ها رو جلسه آینده میگیم، یادتون نره. منم یادم رفت، شما یادم بندازید. تفاوت بین اهداف و ارزش ها رو میگیم. خب حالا بریم چطوری اعتماد به نفس خودمون رو افزایش بدیم. آماده اید؟ هر کی آماده است خدایی عمل کنید موفق میشیم. ما عهد و پیمان ببندیم با هم. الهی به امیدتون میخواییم. ما اصلا گروهی هستیم که متفاوتیم با بقیه همه مردم دنیا. ما آدمای خاصی هستیم. آدمایی که جمع میشن تو این جلسه آدمای خاصی هستن. اینا اهل عمل هستن. اینها عزت کلام دارن. به قول خانم دکتر ساییان خیلی واژه زیبایی رو ابداع کردن. ایشون ابداع کرده، عزت کلام. باریکلا، دست مریضان، دستش درد نکنه. این واژه میتونه زندگی شما رو متحول کنه اگر عمل کنید. عزت کلام یعنی متعهد بشی که حتما به آنچه که میگی پایبند باشی. تعهد یعنی دویدن در زیر باران، زیر برف. اگر من قول دادم که روزانه 10 دقیقه بدوم، برف بیاد، بارون بیاد، از آسمون آتش بباره، سنگ بباره، از زمین آتیش بیاد، 10 دقیقه رو میدوم دیگه. خستم، خوابم میاد، با خواب آلودگی میدوم. به این میگن عزت کلام. خب پس میخوایم دست به دست هم بدیم، کاری کنیم کارستون. چطوری اعتماد به نفس خودمون رو ببریم بالا؟ تحقیقات نشون میده اگر شما میزان مطالعات خودتون رو، میزان کتاب خوندن رو افزایش بدید، اعتماد به نفس شما میره بالا. هر چقدر اطلاعات شما بیشتر باشه، احتمال اینکه اعتماد به نفس شما بالاتر بره بیشتر میشه. چرا؟ چون اطلاعات آگاهی میاره، هوشیاری میاره و کم کم خلاقیت میاره. خب پس با هم عهد و پیمان میبندیم که حتما هر روز 15 دقیقه مطالعه کنیم. تمام کسانی که الان دارن حرف منو گوش میکنن و به ما میپیوندن، چه در یوتیوب، چه در اینستاگرام، چه در فیسبوک، چه در هر مدیای دیگه‌ای، باید با هم عهد و پیمان ببندند که روزانه 15 دقیقه مطالعه میکنیم. و من یه چیز جالب به شما بگم. الان شما بزنید یوتیوب، یه وی پی ان میخواد، اگه تو ایران هستید دیگه، صدها کتاب صوتی عالی هست، شاید هزاران کتاب. عزیزان بیایید روزانه 60 دقیقه کتاب صوتی گوش کنید، یا 15 دقیقه کتاب همینجوری بخون، یا 60 دقیقه کتاب صوتی مطالعه کن، گوش کن. کاری نداره که تو ماشین داری میری، سر موتور داری میری، هندزفری رو تو گوشت، قشنگ گوش کن. خب کتاب شجاعت دبی فورد فوق‌العاده است. کتاب های لوئیس هی عالیه.
کتاب‌های صوتی تا دلتون بخواد. اصلا خودتون شروع کنید کتاب صوتی بخونید بذارید تو یوتیوب، هم درآمد داره براتون، پول در میارید، هم مطالعه میکنید، کتاب میخونید. خب یه کانال رو بنداز کتاب صوتی بخون هر روز، فوق‌العاده است. خب شما روزی 30 دقیقه داری میری مثلا محل کارت کتاب صوتی گوش کن، 30 دقیقه داری برمیگردی کتاب صوتی گوش کن، میشه 60 دقیقه. داری آشپزی میکنی، داری سیب زمینی سرخ میکنی، داری ظرفا رو میشوری، داری خونه رو جمع میکنی، مرتب میکنی، آقا بزنین لامصب، بذار بگه دیگه. مگه چیکار میخوای بکنی؟ This is not rocket science. نمیخوای موشک بکنی که دکمه اون میزنی برات حرف میزنه. الان دیگه مدیا هست دیگه، همه میتونن با سواد بشن. الهی به امید تو شما روزی 1 ساعت فایل صوتی گوش کنید، تقریبا ماهی میتونید 2 تا کتاب بخونید، سالی 24 تا کتاب میخونید. وای چه شود! اعتماد به نفستون میزنه از منظومه شمسی میره بالا. کسانی که دارن این فیلم رو نگاه میکنن باید فرق کنن با تمام 7 میلیارد انسان کره زمین. شما باید اعتماد به نفستون کولاک کنه. من دارم راه عملی بهت نشون میدم، سخنرانی نمی‌کنم. اعتماد به نفس نقش بسیار خوبی در زندگی ما دارد، باعث می شود که ما موفق‌تر باشیم در زندگی. خب حالا چیکار کنم الان اعتماد به نفسم زیاد بشه؟ اعتماد به نفسم که آردن خود چی نیست بگم برو 1 کیلو مثلا از اصغر آقا بخر سر بقال سر چشم میگه. اعتماد به نفس با عمله. عمل، اکشن. باید اقدام کنی، حرکت کنی، عمل کن، موفق میشی. اعتماد به نفست میزنه به سقف. از احمدی نژاد هم اعتماد به نفست میره بالاتر، کولاک میکنی. خب پس الهی به امید تو شروع کن. فایل های صوتیتون رو انتخاب کنید، بگید که من مثلا میخوام این فایل صوتی رو شروع کنم، بگید به ما، انجام بدید، بنویسید، حرکت کنید. اتفاق بزرگی تو زندگیتون میفته. پس شروع میکنیم به خواندن کتاب. روزانه 15 دقیقه. صبح از خواب بیدار میشی، اول صبح هیچ کاری نکردی، اول کتابت اینجا بنداری. تا صفحه چند خونده بودم. شروع کن اول صبح با دانایی، با آگاهی، با هوشیاری، با عشق، با تراوت، با شادی. از خواب بیدار شو، برنامه داری دیگه، میدونی ساعت 8 صبح، 10 صبح، 6 صبح، 5 صبح، هر کی که بیدار بشی میدونی اول باید 15 دقیقه کتاب بخونم، بعدن هر کاری شروع میکنم. اقدام بعدی من بعد از کتاب خوندنه. یکی دارم میگن چشم آقای دکتر، حتما، آفرین، باریکلا، هزاران مرحبا، قربون چشاتون که اینجوری با حرکت و اقدام میخواهید زندگیتون رو متحول کنید. هزاران مرحبا بر شما. وگرنه 1 میلیون بارم بشینید پای صحبت‌های من به درد نمیخوره. همش هم بگی وای آقای دکتر شما فوق‌العاده‌ای، من این کار کردی، اینجوری کردی. من هر شب وایس‌های شما رو گوش میکنم، با وایس‌های شما میخوابم. اوکی مرسی، خوبه، منم ذوق میکنم، ولی صحبت اون چیزی که منو خوشحال میکنه تغییر شماست، حرکت شماست. ببینم یه تحول ایجاد شده، بیای بگی دکتر من 2 تا کتاب خوندم این ماه، دمت گرم، شیر مادرت حلالت، این ماه 2 تا کتاب خوندم، این چیزها رو یاد گرفتم، باریکلا، آفرین. هر کدومتون تک تکتون که دارید الان برنامه منو میبینید میتونید یه دونه یک کانال یوتیوب را بندازید. بابا تلویزیون خودت دیگه، تلویزیون را بنداز برای خودت، یه کانال یوتیوب را بنداز، شروع کن کتاب خوندن، خیرت برسه به مردم.
آقا هم فال هم تماشا، هم خودت کتاب میخونی، هم به دیگران کمک میکنی که کتاب‌های جدید رو بخونن. با نویسنده صحبت کن، من این کتاب شما رو میخوام صوتی کنم، اجازه هست؟ خب شروع کن، بسم الله. پس منتظریم تا جلسه آینده تکنیک های عملی دیگه رو میگیم. جلسه آینده میخوایم به بحث خوددوستی و خودشناسی بپردازیم. انشالله با امید خدا منتظر گل روی ماهتون هستم تا جمعه آینده. جلسه فوق‌العاده‌ای خواهد بود که به هممون کمک میکنه انشالله تحول بزرگی در زندگیمون ایجاد کنیم. یک تولد دوباره جمعه آینده خواهیم داشت. شاد باشید، با خدا باشید. تا خدا هست از هیچ چیز و هیچ کس نهراسید. به سایت ما سر بزنید www.drmuhammadinia.com و همینطور میتونید به کانال یوتیوب ما سر بزنید. انشالله از صدها ویدیویی که براتون گذاشتم استفاده کنید، سابسکرایب کنید و پلیلیست گذاشتم، میتونید برید تو پلیلیست موضوع بندی شده، مثلا طلاهای زندگی حدود 80 تا ویدیو گذاشتم. طلای زندگی آسیب پذیری داریم میگیم که اعتماد به نفستون بره بالا. خب دیگه کانال تلگرام ما هست @beautifullife 110 که لایف ایز بیوتیفول، میتونید شرکت کنید با شماره 2060 17 64 87 401 برگزاری همایش سمینار در سراسر جهان. میتونید تمام هماهنگ بشید. پکیج های ما رو تهیه کنید. بسته مهارت‌های پذیرش یا مهارت‌های ارتباطی فوق‌العاده است، بر هر خانواده فارسی زبان واجبه. بسته زن کامل اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای بهتون میده و همینطور بازی‌های روانی دیگه. بسته تبدیلش یک طرح به دو طرفه میتونه نجات بخشتون باشه. شاد باشید، با خدا باشید. برای بار دوم تا خدا هست از هیچ چیز و هیچ کس نهراسید. مشتاق دیدارتون هستم تا جمعه آینده با بحث خوددوستی، یک شنبه با جلسه پرسش و پاسخ و چهارشنبه با جلسه پرسش و پاسخ. خدا یار و نگهدارتون.